بعد از ثبت 5 رویداد مثبت ویروس کرونا در کندهار، برای جلوگیری از شیوع این ویروس تمام ادارات دولتی در کندهار دواپوشی گردید. والی کندهار میگوید افرادی که به ویروس کرونا مبتلا شده بودند دوستانشان قرنطین و مکان بود باششان دواپوشی شده است. اداره محلی کندهار تلاش دارد که برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا تدابیر بیشتر بگیرد. تا حال مقام ولایت، محبس، شفاخانه میرویس و مناطق دیگر به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا دواپوشی شده‌اند و ادامه خواهد داشت. رئیس صحت عامه کندهار میگوید برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا سالن‌های عروسی، مراکز تعلیمی و مراکز ورزشی مسدود شده است. از تمام افراد با نفوذ، ملا امام‌ها و تمام مردم خواهان این هستیم که در رابطه با آگاهی عامه با ما همکاری کنند تا به تمام مردم فهمانده شود که کرونا چی است و باید به خاطر جلوگیری از ویروس کرونا چه باید کرد. اما با وجود قرنطین در کندهار، شمار از بازارها باز و تجمعات مردم همچنان ادامه دارد.